نمایشنامه مغازه خودکشی، ژان تولی. آلن، آخه چند بار باید بهت بگم وقتی مشتریامون از مغازه خرید میکنن بهشون نمیگیم به زودی میبینمت. ما باهاشون ودا میکنیم چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. آخه کی اینو تو کلت فرو میکنی؟ لوکریس توواچ با عصبانیت کاغذی را پشت خود در دستان گره کرده‌اش پنهان کرده بود که با تکانهای عصبی او میلرزید. بچه کوچکش روبروی او ایستاده بود و بشاش و مهربان نگاهش میکرد. خانم توواچ خم شد و با لحن سرزنش‌آمیز محکمتری گفت: و یه چیز دیگه، این جیک جیک کردن تو تموم کن. وقتی یکی میاد اینجا نباید بهش بگی صبح بخیر. تو باید با لحن یه بابا مرده بهشون بگی چه روز گندی مادام، یا مثلا بگی امیدوارم اون دنیا جای بهتری براتون باشه موسیو. خواهش میکنم لطفاً این لبخند مسخره رو هم از روی صورتت بردار. میخوای این یه لقمه نون ازمون بگیری؟ آخه این چه رفتاریه که وقتی یکی رو میبینی چشماتو میچرخونی و دستاتو میبری پشت گوشتو تکون میدی؟ فکر کردی مشتریا میان اینجا لبخند ابلهانه تو رو ببینن؟ واقعا میری روی مخم، مجبورمون میکنی پوزه بند بهت ببندی. خانم توواچ از دست آلن به شدت عصبانی بود. او زنی بود با قدی متوسط و حدوداً 50 ساله. موی قهوه‌ای خوشحالت و کوتاهی داشت که پشت گوش جمعشان میکرد و طره روی پیشانیش نوعی تراوت زندگی به او میبخشید. درست مثل موهای مجعد طلایی آلن. خانم توواچ کاغذی را که پشت خود پنهان کرده بود درآورد و گفت: این چه جور نقاشیه که از مهد کودک آوردی خونه؟ جاده‌ای که به یه خونه میرسه با یه در و پنجره باز زیر آسمون آبی. یه خورشید گنده همون بالا داره میتابه. حالا بگو ببینم چرا هیچ آلودگی یا ابر گرفته‌ای تو این آسمون آبی نیست؟ پرنده های مهاجری که رو سر ما خرابکاری میکنن و ویروس آنفولانزا پخش میکنن کجا هستن؟ تشعشعات هسته‌ای کو؟ انفجار تروریستی کجاست؟ نقاشی تو واقعی گرایانه نیست. برو ببین ونسان و مرلین وقتی هم سن تو بودن چی میکشیدن؟ لوکریس به زحمت خود را از میان قفسه هایی که رویشان بطری های طلایی کمرنگی بود رد کرد. از جلوی پسر بزرگش عبور کرد. ونسان 15 ساله و لاغر بود و داشت ناخن‌های دستش را می‌جوید. سرش با بانداژی پارچه‌ای پیچیده شده بود. کنار او مرلین روی چارپایه زانوی غم بغل گرفته بود. 12 ساله و چاق بود. چنان خمیازه‌ای کشید که انگار می‌تواند جهان را ببلعد. میشیما کرکره فلزی را پایین کشید و شروع کرد به خاموش کردن لامپ‌های مهتابی. خانم توواچ کشوی زیر صندوق را باز کرد و دفتر حساب کتاب را بیرون کشید. داخل دفتر 2 ورق کاغذ بود و آنها را باز کرد. ببین این نقاشی مرلین چقدر غم انگیزه. این یکی رو نگاه کن که ونسان کشیده، میله هایی روبروی یه دیوار آجری. هنوزم دوستش دارم. این پسر معنی زندگی رو درک کرده. ممکنه پسر بدبخت بی اشتهایی به نظر بیاد که میگرن داره و خیال میکنه بدون بانداژ سرش جمجمش منفجر میشه، ولی اون بیشک هنرمند خانواده است. ون گوگ ماست. خودکشی تو خونشه. یه توواچ واقعی. ولی تو آلن. ونسان که انگشت شستش را در دهانش کرده بود جلو آمد و خودش را توی آغوش مادر مچاله کرد. کاش میتونستم برگردم به شکمت مامان. مادر بانداژ ونسان را نوازش کرد و پاسخ داد: درکت میکنم. بعد شروع به بازجویی از نقاشی آلن کوچولو کرد. این دختر لنگدراز که کنار خونه ورجه ورجه میکنه کیه؟ مرلین دیگه. مرلین با شانه‌های افتاده و پژمرده آرام سرش را بلند کرد. صورت و دماغ سرخش تقریباً زیر موهایش پنهان شده بود. خانم توواچ با تعجب فریاد زد: پس چرا اینقدر فعال و خوشگل کشیدیش؟ در صورتی که خودت میدونی اون همیشه میگه تنبل و زشته. خیلی هم خوشگله. مرلین گوشهایش را گرفت، از 4 پایه پایین پرید و جیغ زنان از پشت مغازه به سمت پله‌های ساختمان شروع به دویدن کرد. مادر مرلین فریاد زد:
بفرما. حالا خواهرش رو به گریه انداخت. پدر مرلین آخرین لامپ‌های مهتابی مغازه را خاموش کرد.